قراردادتون چیه؟ قرارداد با کی؟ خریدارتون. خریدار خب هواپیما ها طریق شرکت‌های واسطه انجام میشه. هیچ قراردادی نداره با هیچ کس. با هیچ کس ما قراردادی نداریم، چون که عضو هیئت مدیره شرکت بود و مسئول کل خریدها. قبلش هم 4 فروند هواپیما خریده بودیم، آورده بودیم. وقتی کسی که خودش عضو هیئت مدیره شرکت است قراردادی من باش دارم. آقا من عرضم شما اینه، شما این آقایونی که اینجا نشستن قضاوت کنن، اقلا مردم بیان اینجا قضاوت کنن. شما 16 تا هواپیما خریدید، هیچ قرارداد با هیچ کس ندارید؟ اسباب بازی نه ها. 16 تا هواپیما خریدید کلا به مبلغ 75 میلیون دلار. 75 میلیون کلا پرداخت کردید در طول 1.5 سال. یه هواپیما برای شما نیامده. عاقلانه است؟ حالا اون هواپیما 7 از کی شاکی هستید؟ ببخشید. از خودت باید شاکی باشی. اگر ببخشید، اگر واقعا کسی میخواد نگاه بکنه، میگن ببخشید شما این پول از کجا آوردید؟ بعد میگن که شما اگر پول رو از شخص خودت نیاوردید سر کسی کلا گذاشته اید. یعنی اگر کسی بیاد بگه آقا یه آدم عاقل 75 میلیون دلار ظرف 1.5 سال میده هواپیما بخره، یک دونش هم نمیاد، قراردادم نداره، مردم چی فکر میکنن؟ ایشون 18 سال داماد اخوی من هستش، یعنی از نظرش داماد بعد آقا